دوستان نازنین باز هم خوش آمدین و باز هم ما در خانواده که البته از طرف بنیاد خیریه امید حیات همیشه شامل‌هایی که داده شده، چون شما در تصویر میبینین که برادرمون خدا خوب یک اتاق خوب آوادار برشون جور کردین. بله. میشه خدا در نخست معرفی بکنین؟ جاوید هستم، یکی از باشنده کاته پروا. جاوید جان، چطور است وضعیت فعلی مرغای شما؟ والا بسیار خوب است. تشکری میکنیم از بنیاد خیریه. ببینن که یک ذره خوب نام خدا کلان شدن. خب بسیار خوب. چی پلان دارین داینده ها بخیر که اگه اینا سر تخم بیاید چی کارا باید بکنین شما؟ سر تخم که بخیر بیایم تخمش دیگه میخوایم که استفاده کنیم. بخورین یا بفروشین؟ نه هم بخوردن دیگه هم با سودا کردن. خب بسیار خوب. پیش از شما چه کار میکردین؟ علبی سازی داشتیم. علبی سازی داشتین و حال دیگه منتظر زمین هستین که بخیر دیگه چمرخا کلان شد تا شاید که یک کار خوب براتون شود. بله. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما. خب دوستای عزیز، اینجا دیگه که واقعا می‌بینیم مرغایی که در اینجا هست، خب یک هوای خوبم داره و یک اتاق مکمل اختصاص دادن برای زمین چوچه مرغا که خوب است و بعضی کسایی که جای دارن و هر قدر که جایشان کلان باشه فکر بکنم مناسب تر از زمین چوچه مرغا که هم زود کلان میشه و هم زود سر تخم میاره. خب بسیار سپاس میکنم از بنیاد خیریه امید حیات که همچنین خانواده‌ای که کمک همکاری کردن و این بود گزارشی که از این خانواده البته در رابطه با همین مرغا بود که تقدیم شما کردیم. تا برنامه خدا نگهدار.